بد شد ادامهش رو میذاشتم دیگه. این تو نمیدونم واقعا یه حس بدی دارم. اینجا هم پله میخوره میره بالا. خونه است. میخوام برم بالا. البته که پلاش نریزه نمیترسم. دارم قدم های آراسته و کوچیکی برم دارم میرم بالا. همین نمیخوام بیشتر از این برم بالا. اینا صدایمون مثلا ترکی زبون هر چی قدم از این دور رو میکنن. شما اصلا یک استرسی دارم میخوام تو شو فیلم بگیرم نمیدونم چرا. کلا یه چیزی به من میگه همچنین گوی نخور. اینجام که خراب شده اینا دیگه همین بود. من ولی خیلی استرس دارم هنوز درباره خونه. تحقیقاتم اگه به جای رسید حتما بهتون میگم.